در کلبه ما آتش دیگر زده باز. غیرتشاه اسرافیلوف سالها این لحظه ها را آرزو میکرد. صحنه کلان، بینندگان نشسته در تالار، دسته هنری. وی تشنه این بود زیرا تا این وقت همیشه در خیابانها، بازار و آشخانه ها بدون بلندگویک و اسباب موسیقی برای راهگذران سرود میخواند. هواداران از این اقدام او شاد بودند و برایش کف میکفتند. نبردارد کسی تابوت خود را برای همدیگر در کار مهم. البته که انسان یک خودش هیچ کار کرده نمیتواند. همین انسان ها هستند که همدیگر را دستگیری میکنند، روح بریده میکنند. وقتی که من امروز از خیابان به یک قصر بزرگ آمدنی من غیرتشاه خودش دلیلی همین گفته‌های ماست. آوازهای بسیار زنده میخواند، آوازش بسیار تازه، بسیار برو است. حال این جوان است، آیندهش پیش بر. این آوازخوان 42 ساله فارغ التحصیل فاکولته صنعت شهر خوجند است، ولی به گفته خودش به سبب تنگی روزگار نتوانست پیشتر به صحنه راه یابد و این کسب را از پدرش میراث گرفته است. خودم در دور جوانیم حافظ بودم، توی با خدمت میکردیم. پیشتره همه گشت ما دیده، همه بچه حواسمند شد و همه کسب پدر گیرم گفته اپی کسب پدر شد. من همین جوش میکنه دلش بکی همه حافظی کنم. زندگی اسمار بودا هم دلی درین رو. غیرتشاه هرچند ترانه‌های به سبک‌های گوناگون دارد، مردم او را بیشتر چون پیروی مکتب هنری کرامت الله قربان می‌شناسند. مانندی صدا و رفتار آن هنرمند شهید به غیرتشاه نیز محبوبیت داده است. واقعا هنرمندی که مثلا در پیروی کرامت الله قربان می‌سراید و واقعا هنرمندی ستودنی است. هنرمندی هست که مردم با اخلاص و با یک شوق و با یک رغبت بیشتر او را گوش میکنند. در نخستین برنامه هنری این آوازخوان خیابانی تالار پر نبود، ولی این حال هنرمند را مایوس نساخت. او در صحنه خطاب به مخلصان کمشمارش گفت که به مقصد میرسد جویای کام آهسته آهسته. من راستی گپ اگر در تالار 4 نفر باشدم من باید که خدمت کنم، چون که خلق عزیز بزرگ است. چطوری که دیدید قید کردید مردم اگر هر چند که کم بودن من خواستم مردم را خرسند کنم، روحشان را بالیده گردانم. من جایش که تو در دلدارو، من جایش که تو در دلدارو. در تاجیکستان کم نیستند هنرمندانی که آنها را به قول آوازخوان‌های خیابانی میگویند. هرچند اکثری آنها در سطح حرفه‌ای میخوانند، ولی آنها را نابسامانی‌های روزگار و مانعه‌ها به چنین حال افکنده است. اکثری آنها به فرق از غیرتشاه اسرافیلوف نتوانستند که به صحنه بزرگ راه یابند. همکنون این آوازخوان نیت دارد که با دستگیری مردم به زینه‌های بلند هنر رسد. هرچند حالا چنین سرایندگان بیشتر به شبکه‌های اجتماعی تکیه می‌کنند و از آنجا درآمد هم به دست می‌آورند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. ذکر نیکی باشد این مجلسی